از قرار معلوم شما بیشتر اوقاتتون رو که باید تو قم بگذرونید و به درس و بحث و کتابتون برسید توی تهران سپری میکنید. گاهی هم صدای بلند موسیقی از حجرتون شنیده میشه و تو ساعتی هم مثل این که بی هدف تو خیابون قدم میزنید. شرمنده، ببخشید حاج آقا، این موبایلمون سایلنت نکرده بودیم، بعد دیگه حالا اینجوری شد. والا حاج آقا تقصیر خودمون نی، یکم گیج شدیم، نمیدونیم بریم سوریه، بریم عراق، بریم یمن، هر جاشو که میگیری یه جا دیگهش نشتی میده. ما انداختیم تو خیابونا تبالا میکنیم. شما این گیجی علما رو به بزرگی خودتون ببخشین. آره خواهش میکنم. نگرانی من بیشتر برای آینده شماست. امیدوارم من رو برادر بزرگترتون بدونید و اگر مشکلی داشتید با من در میون بذارید. والا حاج آقا سر آینده روحانیت برادرای ریش کمنتر و امام خفنتر و شیکم گنده تر توش موندن. الان وضعیت طوری شده که همه علما رفتن تاجر شدن. یعنی تو این بدبختی ها و تحریم ها و بالا پایینی ها از بس تا شدن جر خوردن تاجر شدن. ای بابا ببین حاج حسین همه داری رو تو سوریه چجوری ترکوندن که هجلش افتاده اینجا تو قم. لابد اگه نوبت ما بشه طوری میترکوننمون که سیبیلامون هم دست بابا ننمون نمیرسه. ای بابا سلام. سلام. طوری شده؟ ها دیر در وا کردی. جواتی چی شد؟ داشتم مطالعه میکردم خوابم برد. جوادم خوابه. مطالعه میکردین؟ بوی مطالعتون تا سر کوچه میومد. حوزره کردی شیرکش خونه وا. ولش کن، میخواستم یه چیزی بگم. بگو. حقیقت میخواستم یه سوالی راجع به این اعزام سوریه بپرسم. بپرس. البته الان که فکر میکنم میبینم جواب سوالمو گذاشتن سر کوچه. همون هجله سردار همدانی هست. یاد قیافش که میفتم اصلا تنم رعشه میگیره. سلمان ببینم تو حالت خوبه؟ آقا با این وضعیت آخه حالی به آدم میمونه نه والا. احوالی به آدم میمونه نه والا. ببین شب تو اتاقت چی کار میکنی؟ سینما را انداخته؟ چی؟ سینما؟ فیلم؟ حاجی این حرفا چیه؟ چرا واسه علما حرف در میاری؟ حالا مگه چیزی دیده میشه؟ آره هر کی رو به رو اتاقت رد بشد میفهمه نورش افتاده از بیرون. نورش نور چهره امامه. آره بعضی شبا خوابشو میبینم بعد نورش اینجوری از پنجره میفته بیرون. اگه شما هم طلبی میتونم سفارش تو بکنم نور آیت الله مدوی کنی برات بیفته بیرون تو هم یه فیضی ببری. ها قربونت من وقت این چیزا رو ندارم. تو هم یه پارچه کلوف بزن به اون پنجره نورش نیاد بیرون. پس تو باور درد سر میشه دا از ما گفتن خود دانی. بابا تو هم کلید کردی ها. تو همه حجره های حوزه طلبه ها رقص نور را انداختن بعد تو گیر دادی به این یه باریک نور ما. نکنه اینم آیت الله مکارم شیرازی حروم اعلام کرده. ها آقا باید یه قانون بذارن مراجع بعد 50 سالگی حق فتوا دادن نداشته باشه. چون منم بودم تو 80 سالگی از رو لج و لجبازی هر جور عشق و حالی رو حرام اعلام میکردم. بدبختا تا اینجا هستین بیاین نور بازیاتونو بکنین. فردا تو سوریه منورتون میکنن. حالا بیا و درستش کن. اما گفتم بود. خب به جمال بی نقطت. ببین نجم آرپیجی من فکرامو کردم. من سوریه بیا نیستم. به نظرم باید بریم انصراف بدیم. جای سوریه میریم آنتالیا. ما که همه کارامونو کردیم. برای چی باید این کارو بکنیم؟ خب برای اینکه بریم اونجا پوستمونو 3 تنبکه میکنن. من آمادگیشو ندارم ها. آمادگیشو نداری؟ معلومه که ندارم. تو داری؟ فکر من نمیدونم چرا داری بهونه میگیری؟ بهانه چیه؟ بابا دهنم کف کرد اینقدر برات توضیح دادم. اگه این حرفا رو به بوته شلقم زده بودم تا حالا هلو داده بود.
بابا جون منم مثل مرتضی آنفولانزای خوکی گرفتم، حال جفتمون بد شده. چرا تو و مرتضی با هم یه دفعه حالتون بد شد؟ خب این آنفولانزای خوکی واگیر داره، فرق نمیکنه خوک باشی، گاو باشی، مرتضی باشی، نجم آرپیجی باشی، هر کی باشی میگیری. بابا حقیقت من مشکل دارم آقا جون. خب مشکل چیه؟ بگو. چرا راستشو نمیگی؟ میخوای التماست کنم؟ بابا التماس چی؟ داره جفت پام میلرزه. بابا سردار همه دانی رو ترکوندن، من که دیگه جای خود دارم. ببین نجمه، من بلیت آنتالیا رو گرفتم، جان تو بیا بزن بریم، این سفر رو خرابش نکن. خرابش نکنیم. این حرف آخرته؟ چیه؟ ادای روحانیت رو در میاری؟ نه، حرف آخرم اینه که آنتالیا هم نمیبرمت. برو بشه همون گوشه مسجد شل زرد تو بپز. آخه اشک من نمیاد دیگه، حالا بی خیال. حاجی داری به چی میخندی؟ باز میخنده. ببین آخر عاقبتمون چی شده. ای توف تو روحت مقام عظما که کاری که تو با روحانیت کردی بمب اتم با هیروشیما نکرد. باز میخنده.